هوشنگ ابتهاج یا همون سایه سال 1306 توی رشت به دنیا اومد. پدرش آقاخان ابتهاج از پزشکان معروف رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینا بود. هوشنگ از همون بچگی خیلی شیطون بود. از آشپزی و خیاطی گرفته تا ویولن زدن و نقاشی همه جور هنری بلد بود. یه بارم به خاطر شیطنتاش تابستون رو پیش یه خیاط گذرون تا شاید یکم آروم‌تر شه. اما چیزی که از همون بچگی توی وجودش بود عشق به شعر و موسیقی بود. از 8-9 سالگی شروع کرد به شعر گفتن و اولین دفتر شعرش نخستین نغمه ها توی 19 سالگی چاپ شد. البته خودش بعدها میگفت این کتاب خیلی بد بود و حتی سعی میکرد قایمش کنه. تو جوونی هوشنگ عاشق یه دختر ارمنی به اسم گالیا شد. این عشق الهام بخش خیلی از شعرهای عاشقانش بود. حتی بعدها که ایران درگیر جنگ و بحران شد، هوشنگ شعری به نام دیریست گالیا سرود که توی اون عشقش به گالیا رو با مسائل سیاسی و اجتماعی اون زمان گره زد. هوشنگ ابتهاج سال 1337 با آلما مایچیال، یه شاعر ارمنی تبار، ازدواج کرد. مراسم عروسیشون خیلی ساده بود. او تعریف میکرد که 270 تومان خرج عروسیشون کردن و شوهر خواهرش مجبور شد یه جعبه شیرینی بخره تا مراسم یکم شیک‌تر بشه. این ازدواج عاشقانه 4 بچه به اسمهای یلدا، کیوان، آسیا و کاوه به همراه داشت. آلما تا آخر عمر کنار هوشنگ موند و تا سال 1400 از دنیا رفت. هوشنگ حتی تو زندان هم براش شعر میگفت و عشقشون تا آخر عمر زنده موند. هوشنگ از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گلها تو رادیو ایران بود و برنامه موسیقی گلچین هفته رو پایه‌گذاری کرد. اون با هنرمندانی مثل محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و حسین قوامی همکاری کرد و تصنیف‌های ماندگاری مثل تو ای پریجان و سپیده رو خلق کرد. اما بعد از حادثه میدان ژاله تو 17 شهریور 1357 به همراه شجریان، لطفی و علیزاده از رادیو استعفا داد تا اعتراضش رو به حکومت پهلوی نشون بده. تو اوایل دهه 60 هوشنگ به خاطر ارتباط با حزب توده زندانی شد. اون تو زندان شعر ارغوان رو سرود که نمادی از امید و مقاومته. آزادیش هم یه داستان جالب داره. شهریار دوست نزدیکش نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت و گفت وقتی سایه رو زندانی کردم فرشته ها بر عرش الهی گریه میکنن. یه سال بعد هوشنگ بدون محاکمه آزاد شد. هوشنگ تو سال 1366 به آلمان مهاجرت کرد. خودش میگفت رفتن من اجباری نبود. اول یکی از بچه‌هام رفت، بعد زنم رفت که تنها نباشه، بعد بچه‌های دیگه رفتن و بالاخره من هم رفتم. با این حال اون همیشه به ایران سفر میکرد و ارتباطش با وطن قطع نشد. تو آلمان اون به شعر و پژوهش ادامه داد و آثار مهمی مثل حافظ به سعی سایه رو منتشر کرد. این کتاب حاصل سالها تحقیق اون روی دیوان حافظ بود و به همسرش آلما تقدیم شد. از معروفترین آثارش میتونیم به سیاه مشت، تاسیان، بانگ نی و ارغوان اشاره کنیم. شعر ارغوان که برای درخت ارغوان حیات خونه اش سروده شده بود، نمادی از امید و مقاومته و هنوز هم تو یادها مونده. هوشنگ با شاعران بزرگی مثل احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث و شهریار دوستی نزدیکی داشت. اون درباره دوستیش با شهریار میگفت دوستی من با شهریار در حد دوستی نبود، عشق هم اگر بگیم کمه. این دوستی عمیق و صمیمی بود و تا آخر عمر ادامه داشت. هوشنگ با شاملو هم رابطه پرفراز و نشیب داشت. اونها گاهی به هم نقدهای تندی می‌کردند، اما در نهایت به هم احترام می‌ذاشتن. هوشنگ حتی تو خاطراتش تعریف می‌کرد که شاملو یه بار بهش گفته بود سایه تو تنها کسی هستی که میتونی حافظ رو به چالش بکشی. با اخوان ثالث هم دوستی نزدیکی داشت. اخوان ثالث به هوشنگ میگفت سایه تو تنها کسی هستی که میتونی از پس وزن‌های سخت شعر بر بیایی. این دوستی ها و ارتباطات نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت ادبی ابتهاج داشت. هوشنگ ابتهاج تو 19 مرداد 1401 تو سن 94 سالگی تو کلن آلمان از دنیا رفت. پیکرش به رشت منتقل شد و تو باغ محتشم به خاک سپرده شد. اون وصیت کرده بود زیر درخت ارغوان دفن بشه، اما به خاطر ثبت خونش تو میراث فرهنگی این امکان فراهم نشد. با این حال شعرها و آثارش همچنان زنده‌اند و یادش رو در دل همه دوستداران شعر زنده نگه داشتن.